14 پرو مکس چند است؟ 2000 1500 و اپل واچ چند است؟ اپل واچ 1500 هر دوش از خودت ببر مفت. و حال فهمیدی نه زور چی را میگه؟ نوکیا دارین بیادر؟ چی؟ نوکیا دارین؟ او بیادر که رفت همراه شما نبود؟ نه. که بفهمید چی رقم از خارج در افغانستان کردیت موبایل ارسال کنید، پس این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. اپلیکیشن دینگ را میتونید که در موبایل آیفون و اندرویدتان دانلود کنید. بعد از اینکه این اپلیکیشن را دانلود کردین، اپلیکیشن دینگ را باز کنید و آپشن نکست را بزنید. در اینجا شما میبینید که نام های کشورهایی که شما آنجا میخواین کردیت ارسال کنید آمده و در اینجا شما افغانستان را انتخاب کنید و در این گزینه ها آپشن الاو را فشار دهید و بعد از انتخاب کشور شما در این قسمت رفته دکمه ساین اپ را فشار دهید. وقتی که ساین اپ کردین اکانت شما جور میشه و در این قسمت شما دکمه سند تاپ اپ را انتخاب کنید و در این قسمت شما میتونید که از این گزینه استفاده کنید و شماره که میخواین در آن کردیت ارسال کنید انتخاب کنید. بعد از انتخاب شماره شما در این قسمت میتونید که نرخ کردیت که ارسال کنید انتخاب کنید و بعد از اینکه نرخ کردیت انتخاب کردین شما میتونید که از گزینه پرومو کد ساحل را استفاده کرده 25% تخفیف هم دریابید و بعد از استفاده کردن کد ساحل شما میتونید که از طریق پیپل، اپل پی و یا دیگر کارت‌های بانکی خود پرداخت کنید و فقط در چند لحظه در افغانستان کردیت ارسال کنید. و این ویدیو را با دوست‌ها و یا فامیل هایتان که در خارج زندگی میکنند شیر کنید و یا تگشان کنید تا که از طریق اپلیکیشن دینگ برای شما هر وقت بخواید کردیت ارسال کنند. زان بلتازار کما زګور پختونیا ما تخپل لیلا ګرم زداستا مجنون یما جانا چی شي غواړي چې خفه رواني ولا یو بلی نوې شایسته واده غواړم. جگر گفت صدایت کردم ولی بسویم نکردی یک نگاه دلی و نکرم دیویل یار می غنم رنگ بچرسی در چر سواوری وای وای نبیا شغل ما شبی وقت لاسونه catch out your crib if you read this is too نو میرا تماخلا ډیر بد می زنه کاږي تر حد می زنی کاږي